سلام و احترام دارم خدمت همه شما، چون اگه تک تک نام بخونم فکر کنم وقت زیاد گرفته میشه. خیلی خوشحالم که امروز در جمع شما هستم. این پیروزی تیم فوتبال بانوان ولایت هرات تنها برای ما جای افتخار نیست، افتخار به تمام ملت افغانستان، به خصوص ملت هرات. من به تمام ملت هرات تبریک میگم و جای خوشبختیه که ما تانستیم بعد از 3 سال نایب قهرمان بودیم، توانستیم امسال بعد از 4مین لیگ برتر فوتبال افغانستان بود، دخترای شجاع هرات کاپ قهرمانی به دست گرفتم. با خیلی شهامت، با خیلی پشتکار داشتم، با تمرینات منظمی که داشتم، با حمایتی که از طرف مقام محترم ولایت جناب والی صاحب و همکارای محترم از اینا صورت گرفت که جا داره تشویق جانانه به مقام محترم ولایت. بازم تشکر میکنم از شما به خاطر از اینکه وقتی که ما طرف کابل میرفتیم ما گفتیم، وعده کردیم به مقام محترم ولایت، به ولی صاحب، به معاونین محترم، به ریاست محترم فدراسیون هرات که ما دست پر برمیگردیم ان شاء الله. به صد بازی دیگه که ما در مسابقات کابل رفتیم با ضربات پنالت ما دوم شدیم، نایب قهرمان شدیم که تمام ولایت افغانستان با ما افتخار میکنه که دخترای هرات خیلی خوب بازی میکنن، در صورتی که خود شما میفهمید که ما اسپانسر نداشتیم، با دست خالی دخترها بازی میکردم، با مشکلات اقتصادی دخترها بازی میکنم، اسپانسر بزنا نبود. حتی باور کنید شرایطی که دخترها تمرین میکنم از 12 تا 2 شرایط خیلی گرمیه، به خاطر اینکه استادیوم ورزشی خالیه دیگه، وقتا به دسترس آقایون قرار داره مسابقات برادران. بازم با دخترها توانستن که لبخند به لبای مردم شریف هرات بیارن. ما جا داره که بازم مجددا از مقام محترم ولایت از شرکت پسران خافی که اسپانسر تیم بانوان شدن به مدت 1 سال قرارداد بخیر بسته میشه با همکاری محترم ریاست مقام ولایت و ریاست فدراسیون ولایت هرات که اسپانسر میکنن تیم دخترای. و در کابل هم تیم خافی با ما مبلغ سلک افغانی 1.5 لک بدادم، 1.5 لک دیگه امروز به خیر خوشی به تیم دخترها داده میشه. و جا داره که از وکیل پر افتخار ولایت هرات جناب قادری صاحب تشکری کنم که مبلغ ذکر میکنم، مبلغ 1.5 لک روپیه برای دخترها در کابل ادا کردم و دخترها در کابل پذیرایی کردم. ما دعوت کردم محترم وکیل صاحب نایی جان فرید، ندیه جان صالح، رحیمه جان جامی و خانم سیمین بارکزی، شانس جان قوسی هم به این دعوت آمدن. و جا داره که ما از رئیس صاحب فدراسیون فوتبال ولایت هرات، از جویا صاحب، از ریاست تربیت بدنی، از برادر بزرگوار من جناب نوروزی صاحب، یک افتخار من مدیون نوروزی صاحب میدونم که واقعا زحمت کشیدم، واقعا در داخل زمین داغ با این شرایط مشکلات خود شما میفهمید که خانمان نسبت واقعا مشکلات بیشتر دارن، زحمت کشیدم و از دخترای محترم که واقعا زحمت کشیدم. این مدت 15 روز کاری که ابتدا نمیکنم گول ما خوش، این مدت 15 روز ما خیلی اونجا مقابله کردیم تا کاپ قهرمانی آوردیم. از فامیلای محترم از اینا که من جا داره تشکری ویژه کنم که اینا به ما اطمینان کردن، 4 دوره که اینا دختر اجازه میدن که دختر از اینا برن. از رئیس صاحب معارف که با ما همکاری کردم در قسمت غیرحاضری از اینا که اینا غیرحاضر نشم، در قسمت از اینا که امتیازات خواهش داریم از رئیس صاحب معارف که در روزای امتحان یک مراقبت به دختران باشه، خیلی خوب میشه. بازم با همه شما تبریک میگم. بازم جا داره که از مقام محترم ولایت، از ریاست شورای، از ریاست فدراسیون فوتبال هرات، از ریاست شورای شهر، شورای ولایتی و تمام هم شورای که تجار ملی که حمایت کنند دخترها خود، که ما به خیر خوشی هر سال میریم دست پر بیاییم. باز به خیر 1 ماه دیگه به مسابقات لیگ قهرمانی بانوان افغانستان میریم، مسابقات زون که بتونیم باز کاپ دوباره به هرات بیارین، لبخند به لبای شما بیارین. جان سپاس، تشکر. که واقعا به کابل از ما حمایت کنند. خیلی ممنون، تشکر.